خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه تعلیمی غیردولتی پیمان با تشکیل درس گشادی نمونوی دانش خود را از فن‌های دقیق سنجیدند. درس صنفخانه این مؤسسه خوانندگان صنف‌های چهارم از فن‌های ریاضی و طبیعت شناسی دانش از خود کردهشان را نشان دادند. خوانندگان با گروه‌ها تقسیم شده حل مثال و مسئله‌های متماتیکی را در تخته صنف اجرا نمودند و دانش خود را از فن‌های دقیق به اشتراکجویان درس گشادی نمونوی نشان دادند. درس گشادی نمونوی در اساس نقشه شعبه معارف شهر خوجند گذرانیده شد. مشاور صنف‌های ابتدایی شعبه معارف قطب‌نسا رحمتوه میگوید طبق نقشه درس گشادی نمونوی از فن‌های دقیق در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر مرحله به مرحله بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی و هم بالایی گذرانیده می‌شود. هدف صیقل دادن دانش خوانندگان و نورسان از فن‌های دقیق محسوب می‌شود. تجربه عوض کنی میکنن یکمش خوانندگان صنف‌های ابتدایی رو نسبت انمی فن‌های دقیق شوق و ذوق آنها رو بیدار نمودند. با همین مقصد ما طبق نقشه درس‌های نمونوی رو بین مؤسسه‌های تعلیمی و شهر خوجند به نقشه گرفتیم. در درس گشادی نمونوی خوانندگان صنف‌های ابتدایی این مؤسسه آموزگاران مکتب‌های شهر، متخصصان جوان و نمایندگان شعبه معارف اشتراک نمودند. تشکیل و برگزاری چنین درس گشادی نمونوی در مؤسسه‌های تعلیمی امکان می‌دهد که آموزگاران فن‌های دقیق تجربه عوض‌کنی نموده به فعالیت من بعدی خود نوگانی وارد کنند، زیرا این اقدام برای آموزگاران جوان مؤسسه‌های تعلیمی شهر تا جای تأثیر مثبت خواهد رسانید. درس امروزی ما با مناسبت صلاحیت نوکی از فن‌های متماتیک و طبیعت شناسی گذرانده می شود. خوانندگان در گروه‌ها سپارش‌ها نمودهای گوناگون کار را اجرا می کنند و در این درس اساساً ما فعالیت خوانندگان را می بینیم. آموزگار راه بلد است و خواننده محور. تشکیل و برگزاری درس گشادی نمونوی از فن‌های دقیق در مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند در اساس اعلان شدن 20 ساله آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی روی دست گرفته شده است. هدف به خوانندگان چقور آموزانیدن فن‌های دقیق محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.